اگه فکر میکنی بونسای فقط یه درخت کوچیکه، پس میخوام نظرتو عوض کنم. درود دوستان، من یاسرم و اینجا پارس بونسای. برای من بونسای فقط نگهداری از یه درخت نیست، بلکه خلق یه منظر. یکی از بخشای خاص کار ما لندسکیپ، جایی که درخت، سنگ، خاک و گیاهان کنار هم قرار میگیرن و یه داستان رو شکل میدن. اگه گیاه خاصی برای لندسکیپت مد نظر داشته باشی، میتونیم با توجه به فصل و شرایط اون گیاه رو پیدا کنیم و طراحی رو بر اساس ایده و سلیقه خودت انجام بدیم. اگه به بونسای و طبیعت علاقه‌مندی، به پارس بونسای خوش اومدید. ما اینجا قرار نیست که فقط یه درخت کوچیک ببینیم. ما قراره با هم دیگه داستان‌های زیبایی رو در دل طبیعت بسازیم.